نخو مشورت نت یا رحمانوف که ای پدر همین مصطفی در رس نکنیم باید مو یا خودت بگی ایتن رحمانوف تو امضا کرده میتونی کو تو هیچ کسی چیز نمیگه بگو خلاص آزادش کنن. هر مقاماتی که در مورد یعنی قضیه بابای دونه حکم به 7 سال زندانش کردن واقعا هم شرمندگی است. رحمانوف شرمنده کردن. همو آزاده نخوا عقلش نگیره که یک مستفید بیماره یک مستفید کسل مزمینی داره که برای زندانیان دیگر نشر می شود. در زیر پشت 4 قالین پرتافتن میگه گرم نمیشم. چی چیزی که دیروز خواهرش صحبت کرد که خواهری بابای دونه که هر چیزی که در بدن میپوشم گرم نمیشم. این دلالت از چی میکنه؟ با کدام عقل اساس آزاده تو رئیس دستگاه هستی؟ خوب اکو سنبول آقا کو در فکری پول جمع کردن رئیسی کادرها که اقلا ببینه و نگاه کنه. مشاورای رحمانوف کجا را نگاه دارن؟ مشاورای امامعلی رحمانوف که در همین قضیه را میبینن کجا را نگاه کرده ایسن؟ مسائل اجتماعی را، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل حالتایی که در کشور میره مشاورای امامعلی رحمانوف نخواهم قدر عقلتون نگیره که روز تا روز امامعلی رحمانوف در عرصه بین المللی و داخلی شرمنده تر شده است. والله قسم است، الله شاهد است، اگر من سال 2020 یعنی که تا ماه اپریل 5 پیام 10 پیام میگرفتم روزش حوزی 10,000 پیام گرفته ایستم. الله شاهد است 10,000 پیام هر روز رسیده است. ما ناراضیم. هر جوان می نویسد من دیگر طاقت ندارم. شما اولیم صبر مردم گفته ایسه ما دیگر طاقت نداریم. ما از دوشنبه، من از قرغانم، من از خوجندم، من از اسفره هستم، من از نورکم، من از قبادیانم، من از جلیکولم، من از کولابم، من از فرخارم، من از شورابادم. ما دیگر طاقت نداریم. از درواز از بدخشان می نویسند که رحمانوف کو پیانه ولی همون مشاوراش نخوا عقلتون نگیرد که یک مشورت بتی رحمانوف که همین فرمانی که صادر شده است بر علیه همین مستفید یک فرمان شرمندگی، یک حکم شرمندگی است. در حال رحمانوف میتونه اون رحم یعنی که ببخشش که خلاص با حالت استثنایی مستفید پیر بوده است دیگه تمام. اگه شرمندهش نه شرمنده شدگی شما دیگه فایده تون نداره. گپی مردک یک تا گفته رفتن لازم نیست. شما هر روز با کارهایی که انجام میدید خودتون شرمنده تر میکنید. هر کاری که کردید بر ضد مخالفان تا اینکه گویا مردم رو بترسونیم یا مستفید روز کنیم تا دیگر رو بترسن، مردم نمیترسن. مردم نفرتشون بر علیه شما زیاد شده است. والله قسم افرادی که بدن میگفتن که من جانبدار رحمانوف بودم پس از زندانی شدن همین مستفید، پس از زدن مادران در مسکو برای من زنگ میزنن میگم من هزارها بار حقارت کردم، هزارها بار محیدین کبیری را دشنام کردم، هزارها بار حسین اشورف و برادران مخالف گروه 24 نهضت و پیمان و تمام مردم حقارت کردم، ولی پس از زندانی شدن بابای دانه من یقین کردم که شما راست میگی. پس از زدن زنها با فرمان کمیته دولتی امنیت ملی یا وزارت کارهای داخله در روسیه برای اینکه رحمانوف گفتن که تو ظالمی. برای چی ظالم است؟ برای اینکه در روسیه اونها از ظلم رحمانوف گریختند و فرزنداشون نتونستن که نان و آب بتین و تامین بکنن. با روسیه آمدن تا که فرزنداشون در تاجیکستان تامین کنن. برای همین قدر اونها زده شدن. مردم دارن هر روز صفی ناراضیان از رحمانوف بیشتر می شود. نخوا آزاده اگر میلش مشاورای رحمانوف دشمن شن، آدمای پیمان ملی همه مشاورای رحمانوف مشورت های بیزیبش دادستن برای اینکه تیزتر حکومتش سقوط کنه. آخر خودت دشمن پدرت نیستی که اقلا آخر خب بگذار یوسف رحمان در فکر بیزنس شه، بگذار دیگر وزیر دیگر سفیرش هدفشون است که شوری موری بدوزن. او تو دختری پدرتی که او رستم خیلی نمیفهمه گفت دیگه پا دارو را میزنه دیگه 24 ساعت پیونه یا که نمیفهمه کیف که گشته است. آزاده آخی تو فیلم میگن تبلت که دارو نمیخری که آخی عقلت نمیگیره که پدرت شرمنده شده است. عقلت نمیگیره که روز به روز ناراضیان از شما زیاد شده است. نخوام مشورت نت یا رحمانوف که ای پدر همین مصطفی در رس نکنیم باید ما یا خودت بگی ایتن رحمانوف تو امضا کرده میتونی کو تو هیچ کسی چیز نمیگه بگو خلاص آزادش کنن. او خودتون شرمنده کرده. تمام مؤسسات حقوقی من 4 مؤسسه حقوقی فرانسه نوشت که
چی خبر است؟ گفتیم امام علی رحمانوف یا مستفید کسلی فلان فلان زندان کرد. وای اولالا میگن فرانسوزا گشته ایستن. نخور رحمانوف هم ظالم باشه. این رحمانوف ظالم چیه؟ یا ظالم هم ظالم تره. هر یک آدمی که در خارج است مؤسسات زنگ میزنن وضعیت رسانه‌های وسایل اخبار عامه میپرسن میگن به همونو میرسونیم. پس فکر میکنی آبروی رحمانوف که آبرو نداشت، آبروی نداشتش هم میریزه در جامعه جهانی. اینها را سببشون خودتون هستی. اگر تو مصافحه درست نکردی من این مخالف چی میگم؟ اگر شما کمیته دولتی امنیت ملی یا وزارت کارهای داخله زنها را امر نکردن که بزنن، من چی گفتم میتونم بازدید شما؟ چی گفتم میتونم وقتی شما جنایت نکرده باشه؟ وقتی مقامات پدرت وزارت کارهای داخله و کمیته دولتی امنیت ملی 200 و 300 هزار پول نبرن نتونن در اسدالله رحمانوف برای وظیفه را خریدن، من چی گفتم میتونم؟ وقتی که در تاجیکستان کروپسیا نباشه من چی میتونم شما را اتهام کرده؟ یگان چیز وقتی که شما جنایت میکنید، کروپسیونر هستید، مصافحه زندان میکنید، کودک رحم ندارید، بزن این ملت رحم ندارید، وضعیت مردم در بدترین حالت قرار دادید، خوب دیگه کمپیر 70 ساله دیگه را که دیدید که چیکارش کرده؟ مقاله دیروز نشر شد، انشاءالله که به روزهای نزدیک نوارش نشر میشود. دیدید که شما چی خیلی درنده هستید که نه به کمپیر، نه به پیرمرد، نه به کودک، نه به زن، نه به یگان کس رحم ندارید. پس مشکلات اساسی را شما خودتون برای کندن قبر پدرتون آماده کرده ایستید.